اینا همه باید بدونن. این یکی از اون قاعده هاییست که باید یاد بگیرین. هر چیزی رو بیاریم به مرکزتون به شما درد خواهد داد. شما یه آدم رو بیارین مرکزتون، خودشو که نمیارین، تصویر ذهنیشو میارین، این رابطه دردناک خواهد بود، رابطه عشقی نخواهد بود. اصطلاحا میگیم ما با اون شخص هم هویتیم، اونو شروع میکنیم به کنترل کردن، اونم شروع میکنه به ما چسبیدن. این رابطه نمیشه، میشه رابطه من ذهنی به من ذهنی که اینا نمیتونن با هم متحد بشن، همیشه جدا خواهند بود، از هم دیگه ایراد خواهند گرفت، قدرت نمایی خواهند کرد، همدیگه رو کنترل خواهند کرد، با هم نزاع خواهند کرد. در این رابطه مقدار زیادی درد انباشته میشه، واریز میشه، هر روز درد واریز میشه، بالاخره اینقدر دردناک میشه رابطه از هم میترکه و تمام میشه.